نشر نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما می‌سازیم. امروز 25 سپتامبر است و من شعله گل خوجه اخبار و گزارش‌های مهم رو معرفی می‌کنم. سرخط بعضی از موضوع‌های برنامه. حج امسال به پایان رسید. امروز گروه آخرین حاجیان تاجیکستانی از زیارت عربستان سعودی به وطن برگشتند. برای 430,000 مهاجری که از ولایت روهینجه میانمار به بنگلادش فرار کردند مبارزه برای حیات و ممات شروع شده است. ما طول 15 روز پای پیاده از میانمار به بنگلادش رسیدیم. در این دوره پسرم غذای کافی نداشت، شمال خورد و با مشکلی ها مواجه شد. و طفلی که در حاجت خانه 8 ماه پیش به دنیا آمده بود فافتید. در همین حال مقامات توجیک و سازمان‌های بین‌المللی راه‌های بهتر نمودن سالمی مادر و کودک را بحث می‌کنند. امروز گروه آخرین حاجیان تاجیک بعد از زیارت کعبه به وطن برگشتند. حج برای هر مسلمان حداقل یک بار در زندگیش در صورت داشتن قدرت و توانایی فرض شده است. در تاجیکستان سالهای آخر خواهشمندان زیارت حج افزایش یافت، اما طبق قرار 2 سال پیش مقامات تاجیک تنها نفرانی از 40 ساله بالا حق سفر به مکه و مدینه برای انجام فریضه دینی را دارند. همکاران ما جریان استقبال حاجیان را به نوار گرفتند. شماری زیادی از کران انبوه پیشوازگیرندگان را از درآمدگاه فرودگاه در یک فاصله نگه می دارد. این نشانه اولین مراسم پیشوازی حاجیان در فرودگاه بین المللی دوشنبه است که زیر نورهای تفسانی آفتاب برای مردم ناراحت کننده به چشم می رسید. نگاه های مردم که بر اساس اعتقادشان پذیرایی حاجی ثواب بزرگ دانسته می شود به درآمدگاه مخصوص برای زائران خانه خدا جدا شده دوخته شده است و ثواب زیارت حاجی را گرمی روز خللدار نمی کرد. این آخران هیئت زائران تاجیک است که از شهر مکه به دوشنبه برمیگردند. تا امروز قریب 6,000 زائر به دوشنبه برگشتند. آنها را در 20 پرواز شرکت های تاجیکی و عربی آوردند. الحمدلله ما رفتیم سفر حج را بسیار خوب گذراندیم. ان شاء الله همه خدای تعالی همه برساند. الله. آخرین گروهی 303 نفره حاجیان تاجیک از عربستان سعودی طریق هواپیمای عربی به وطن برگشتند. خانه خدا را زیارت کردیم. مدینه رفتیم. مدینه مسجد حضرت محمد زیارت کردیم. چند روز نماز خوندیم. بازگشت زائران تاجیک از خانه خدا در تاریخ 11 سپتامبر آغاز شد. 6300 نفر از تاجیکستان امسال در مراسم حج اشتراک نمودند. نرخ ادای مراسم حج برای شهروندان تاجیکستان $3630 مقرر شد و بعضی از سالها این مبلغ را پسنداز کردند که یکی از رکنهای اصلی دینی را اجرا نمایند. سالهای پیش حاجیان را پردبدبه پیشواز گرفتن معرکه های پرخرج برپا می کردند. امسال با قانون‌های تاجیکستان تغییر و علاوه‌ها وارد شد که بر طبق آن حاجی ضیافت‌ها منع شدند. مقامات تاجیک طلبات قانون را به هر یک حاجی برگشته در فرودگاه می‌فهماندند. پیشوازی حاجیان در فرودگاه یگانه امکانیت بود که مردم به آنها عرض احترام و تعظیم نمایند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. 5 نفر از شهروندان تاجیکستان که در گردهمایی‌های 20 و 21 سپتامبر در نزد مرکز سودای مسکو در ناحیه لوبلینا شرکت داشتند از روسیه اخراج می‌شوند. این افراد را بنابر نقض قاعده‌های بود و باش از کشور خارج می‌کنند. پلیس مسکو هفته گذشته در پی لاتوکوب نوروز زکیروف ارابکش تاجیک در نزد مرکز سودای مسکو 110 نفر شهروندان تاجیکستان را بازداشت کرد. آنها طلب داشتند که عاملان لاتوکوب مهاجر تاجیک به جوابگری کشیده شوند. بعداً تعدادی از بازداشت شده ها را جواب دادند ولی تعدادی دیگر در شعبه پلیس باقی ماندند. با گذشت 5 روز از حادثه لاتوکوب نوروز زکیروف او همان در بیمارستان روسیه معالجه می شود. از روی حادثه لاتوکوب این شهروند تاجیکستان پرونده بازگردیده است ولی هنوز اسم نفر آزاردهنده ارابکش تاجیک را اعلان نکردند.
در کردستان عراق با وجود مخالفت‌های داخلی و خارجی، کردها برای به دست آوردن استقلالیت امروز پای صندوق‌های رای رفتند. پرزیدنت‌های ایران و ترکیه گفته بودند لغو نشدن رایگیری به آشوب در منطقه می‌انجامد و نخست وزیر عراق این همه‌پرسی را تصمیم یکجانبه خواند که به امنیت عراق و منطقه تاثیر می‌گذارد. ادامه موضوع را از طاهری سفر می‌شنویم. امروز صرف نظر از تهدیدهای مقامات عراق درباره ضرورت حفظ وحدت و تمامیت ارضی کشور در ولایت مختار کردستان نظرخواهی درباره استقلال آغاز یافت. رهبر کردستان عراق مسعود باریزانی در حوزه انتخاباتی گفت که نظرخواهی قدم مهم در روند طولانی صاحب استقلالی کامل منطقه به حساب می رود. روز دوشنبه 12,000 حوزه انتخاباتی منتظر 5,300,000 رای دهنده ولایت مختار کردستان عراق بودند. پیش بینی می شود نتیجه رای دهی را بعد از 24 ساعت انجام آن اعلان می کنند. سازمان ملل، امریکا و چند کشور مهم در خاورمیانه اظهار نگرانی کردند که نظرخواهی امکان دارد به جنگ با گروه دولت اسلامی خلل وارد کند. منطقه کردستان عراق که از سال 1991 مختاریت کسب کرده است در جنگ به ضد گروه به نام دولت اسلامی نقش کلیدی دارد. برای 430,000 مهاجری که از ولایت روهینجه میانمار به بنگلادش فرار کردند، مبارزه برای حیات و ممات شروع شده است. خصوصا کودکان از کمبود غذا و بیماری ها اذیت میکشند و با آنها خطر مرگ تهدید میکند. حکومت بنگلادش که به حل زودرس بحران به عمل آمده باور ندارد، برای فراریان روهینجه به خاطر بنیاد خانه زمین جدا نموده است. عبدالله شرف موضوع را ادامه میدهد. طبیبان کلینیکی موقتی که برای فراریان روهینجا تشکیل شده است سرکارند. روز یکشنبه 24 سپتامبر تخمینا 600 نفر که اساساً از بیماری‌های سرایتی و کم غذایی اذیت می‌کشیدند از کمک بیپولی طبیبان پایگاه طبی اردوگاه کوتوپالونگی شهر کوکس بازار بنگلادش استفاده بردند. ما طول 15 روز پای پیاده از میانمار به بنگلادش رسیدیم. در این دوره پسرم غذای کافی نداشت، شمال خورد و با مشکلی ها مواجه شد. سازمان های خیریه میگویند آب پاک آشامیدنی، پناهگاه و اشیای سانیتری از نیاز اولیه فراریان به شمار می رود. زیرا وضع موجوده می تواند باعث سرچشمه سرایت بیماری های شبیه وبا گردد. خوف زیاد است که شمار از فراریان به ویژه کودکان تا تنظیم روزگار و شبکه‌های انتقال کمک به هلاکت می‌رسند. از سوی هم حکومت بنگلادش برای فراریان روهینجا در تپه‌های تانککالی زمین جدا کرده است که برای خود منزل بنیاد کنند. نور محمد 53 ساله 3 روز پیش به این اردوگاه رسید و حالا می‌خواهد برای خود و 5 عضو عائله‌اش سرپناه سازد. در میانمار خانه من از 2 آشیانه عبارت بود. امروز در بنگلادش من در یک عاقل گاو زندگی دارم. مثل نور محمد در تپه تانکالی 57 عائله مسلمان روهینجای میانمار پناهگاه یافتند. به قول آنها برای بنیاد یک منزل موقت حداقل 4 روز لازم است. سر از آغاز عملیات ارتش میانمار در ماه آگوست سال روان کمش 430,000 مسلمان روهینجا به بنگلادش فرار کردند. سازمان ملل متحد تعقیب مسلمانان روهینجا را نمونه پاککاری قومی عنوان داده است. و در این بخش برنامه با روزگار مردم روستای دورافتاده در قرقیزستان آشنا می‌شویم که با چین هم مرز است. زندگی ساکنان دهه کوهستان اوقشیرک واقع در منطقه ایسیقول از اهالی دیگر کشور فرق می‌کند. مردم در این روستا همگی 2 فصل دارند و یگانه سرگرمیشان مطالعه روزنامه هاست که خیلی دیر به دست آنها میرسد. ولی با وجود شرایط وزنی ساکنان ده و تهدید گرگ و پلنگ برفی نمی‌خواهند این مکان را ترک نمایند. این دهه در سالهای 20 عصر گذشته در عهد شوروی پیدا شده است. قرقیزها از زمانی پیش این مکان را مد نظر داشتند چون که برای پرورش چاروا موافق است. بعد پیدایش مرز با چین در اینجا دیدبانگاه سرحدی تشکیل شد. حالا در اوقشیرک نزدیک 100 خانواده به سر میبرد. برای رسیدن به این منطقه باید بلندی 4028 متر را عبور کرد که خیلی راههای بد دارد. ساکنان اساساً با چاروا پروری مشغولند. در این مکان درخت نمی‌روید و بنابر اقلیم سرد علف‌ها نیز بلند نمی‌شوند. برای گرم کردن خانه‌ها مردم از تپک استفاده می‌برند.
عاقل خدیرالیوف حالا آماده کردن تپک را تمام کرد. تپک برای زمستان میرسد. ما آن را الکی تیار کردیم. حالا باید به مرکز برویم و برای زمستان مواد غذایی ذخیره نماییم. تا رسیدن سردی کارتوشکا و پیاز آوردن لازم است. ما در اینجا سبزیجات پرورش نمیکنیم. چند بار کوشش کردیم اما نشد. کارتوشکا را سرد میزند. چون در اینجا در تابستان برف میبارد، پالوزی ها نمیسبزند. حجمشان از تخم هم خردتر میشود. این دهه خرد مکتب خود را دارد، ولی بیشتر چوپان ها خیلی دور زندگی میکنند و کودکان آنها در اینترنت تحصیل می نمایند که از سال 1988 عمل میکند. برای تحصیل فرزندان والدین پول نمیدهند، همه از حساب حکومت است. معلمان نمیرسند، آشخانه تماما کانه است. اکثرا در یک صنف تا 5-6 کودک تحصیل میکنند. همگی در مکتب 57 خواننده است. از آنها 29 نفرشان در اینترنت زندگی میکنند. مردم محلی اساساً چاره‌دارند، همچنین مرزبانان نیز هستند. کودکان آنها نیز در همین جا میمونند و در مکتب ما میخوانند. ده مشکلات زیاد دارد، اما بیشتر از همه ساکنان از کمبود آب آشامیدنی رنج میبرند. سال گذشته قبرهای آبگذر را عوض نمودند، ولی مردم محلی هنوز نیز از صفت آب شکایت دارد. حالا البته من ستیلم را از آب پر کردم، ولی بعد از چند وقت هوا سرد شد، آب یخ کرده دیگر نمیآید. ما نمیدانیم که قبرها را چگونه وصل کردند، چون متخصص نیستیم. بیشتر از همه رحممون با کودکان اینترنت میآید. آنها چگونه شستشوی کرده خوراک میخورند، لباسهایشان را نیز در همین جا میشویند. برای آنها دشوار است. قبلا این دهه علاقه تلفنی نداشت. اخیرا یکی از شرکت‌های موبیلی در اینجا دستگاه خود را گذاشت. اما از اهالی 500 نفری در اینجا تنها 4 نفر امکان دارند که در یک وقت صحبت کنند. با وجود شرایط وزنین، هیچ یک از ساکنان ده نمیخواهند که به شهر بکوچند. بنابر منطقه زیست آنها خود را یک نوع محافظان مرزی دولتی نامیبرند و فخر میکنند که عنعنه‌های ملی مردم قرقیز را حفظ نمودند. برمیگردیم به تاجیکستان. یک طفل 8 ماهه توجیکی در ناحیه یوون در حجتخانه به دنیا آمده بود با سبب بیماری فوتیده است. در این باره ما فردا در برنامه گزارشی مفصل خواهیم داشت. ضمناً موضوع صحتی مادر و کودک در تاجیکستان یکی از مسائل داغ و مطرح باقی میماند. در این زمینه حتی برنامه ملی در روز مدت نیز تهیه شده است که به باور مقامات تاجیک میتواند تا اندازه مشکل را حل کند. ساجده میرزا با جزئیات بیشتر. در تاجیکستان مسئولیت صحتی مادر و بنقشه‌گیری عائله اساساً بر دوش خود زنان است. مردها در اکثر موارد به استفاده وسایل پیشگیری کننده حمل و استریلیزاسیون عملیات بی‌ضروریاتگردانی مخالفت دارند. این مشکلات در شهر دوشنبه ضمن معرفی برنامه ملی بنقشه‌گیری عائله تا سال 2020 ذکر گردید که با کمک برنامه نفوس شماری سازمان ملل متحد تهیه شده است. مقامات تاجیکستان میگویند سالمی ریپرودوکتیوی و بنقشه‌گیری عائله از هدفهای حکومت کشور است. حالا در تاجیکستان به هر یک خانواده به حساب میانه تا 4 کودک راست می آید و افزایش اهالی تقریبا به 24% برابر است. بیش از نصف زنان عائله‌دار کوتاه‌ترین فاصله بین تولد را که 2 سال است رعایت نمی کنند. طبیبان میگویند که این عامل به صحت مادر و کودک تأثیری منفی می رساند. مشکل دیگر حامله‌داری بر محل زنان است. در میان زنان زایمان 16% را افراد تا 19 ساله و 26% را زنان از 20 تا 24 ساله تشکیل می‌دهند. در برنامه تهیه شده برای بهتر کردن وضع سلامتی مادران تدابیر مشخص ذکر شده است. همه این موادهای کنتراسپتیوی رایگان هستند و در تمام مرکزهای سالمی ریپرودوکتیوی مراجعت کنندگان چه مردان چه زنان عاید منمون سالمی عائله عاید فاصله بین تولد را رعایت کردن از طرف متخصصان ساحه. مثلا برای مادران سرفرزند در زایشگاه جراحی بی‌ضروریاتگردانی پیشنهاد می شود. برای انجام 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به انجام میرسد، اما شما میتوانید به وبسایت ما www.azadi.org بروید و با تازه ترین خبر گزارش آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب دسترس است. تشکر از همراهی. برایتان استراحت خوب میخواهیم و خدا نگهداری هر یک شما.